این آخرین قطره‌های خون مادر که در روی حولیش ریخته است. مادر را تیر نظامیان کشور همسایه جمهوری قرقیزستان یاره‌دار و در روی حولیش به هلاکت رساند. حادثه صبح روز جمعه رخ داد. فرزندش حسن‌الدین با حسرت نقل می‌کند که از آسیب دیدن مادر نصیحتگرش در لحظه خبردار شد که منزل استقامتی خودش را نظامیان قرقیز آتش زده بودند. فرزندش برای نجات مادرش فرصت پیدا کرده نتوانست. برابر آسیب مادر تیر تفنگ نظامیان کشور همسایه حوله استقامتیش را به خاک یکسان کرد. آتش گرفت. از خانه‌اش چیزی باقی نماند و هم مادرش را از دست داد. مادرش همیشه نصیحت میگفت که با همسایه ها مناسبت خوب و دوستانه داشته باشد. اما مادر 62 ساله منور محمودова خود از دست تیر همسایه عهد شکن به هلاکت رسید. مادرم با اومده زد پشتاد آقلا خوشخانه در گرفت. مادرم از دست دادیم. اهم میان پایان زدگی از کالکه 2 پا لخ همونجا جان دادم. حسن‌الدین روز جمعه هفته گذشته از تیر دشمن آسیب جسمانی و روانی و منزلش تلفات دید. نصف زیادی منزل استقامتیش سوخته نابود گردید. میگوید از زندگی در سرحد فرزند و پیوندانش به داد آمدند، زیرا هر لحظه زیر خطر هستند و خواب آرام ندارند. نه همین سوخته اومد. اینجا خوشخانه آویل بود. همش در گریخت. نه خانه خیلی نسبش در گریخت. نه همین. ما هم صلح میخواهیم. ما هم دل بزن شدیم همین گرندیسنده. شب بچه ها خانه میرد. یکو دیگه نمیاد اینجا به بچه ها. دلی همه این ماند. ندانیم چی کار کنیم. نه احوالو بینید. بجز فوت مادر در عائله محمودوف‌ها 2 نفر دیگر از تیر و تفنگ دشمن آسیب جدی دیدند. یکی زن و دیگر نابالغ می باشد. آنها را دکتران بیمارخانه مرکزی شهر اسفره سری وقت از نظر گذرانده جراحی کردند. خوشبختانه هرچند آسیب جدی است اما زنده ماندند. حالتی در روی حول افتادن سناریاد را همسایه این خانواده به ما نقل کرد. زنی فوت دیده در دست نان و چای داشت تا نبیره‌هایش را صبحانه دهد. سناریاد دشمن ترکید و مادر خاندان در روی حولیش بر اثر برداشتن جراحت وزنین جسمانی جان داد. زنگ زدن گفتن که محمد غفور بیبی مقصد مرد. تو که جان ده من آمده خبر گیر من چا کنم گفتن. من داوید خانشان آمده بودم که درشان محکم بود. کاشته من زنگ زدم که درتان محکم شما گجان ده گویم من حولی پایین اینو حکمیدیم پسرم و ما گریخته بودیم پایین به نگاه کرده همین خیلی حادثه روی داد. من آمدم که از جای مردگی مرده بشته اولا بردینو و یا من گفتن که همین جان ده آید جان داد گفتن. سانی خلاص گب ما زنگ زدیم یک ماشینه با یاری تاجلی همون وقت به یافته نشد. ماشینی شخصی کتی 2 تا کسلی که از کالکا گرفتگی بود و بیمارخانه به سیل کردیم 3 نفره. ممکن امروز دختری کلانشان که از سبب نقض بودنشان امروز ممکن است که جواب دهند. نبیرشان حالی در بال نیست و هم جهتی سلامتیش نقض لیکن وای کودکی نابالغ بودن با حالی 2-3 روز دیگه با جواب میشن نقص. بنا به اطلاع مسئولین جماعت دهات چلگزی شهر اسفره حالا در دهه باغستان 5 منزل استقامتی پر سوخته نابود شده است و حالت فوت نیز به قید گرفته شده است. حسابات خسارات مناقشه مرزی در این منطقه جریان دارد و احتمالیت زیاد شدن رقم آماری موجود است. هجوم ناگهانی مسلحانه سرحدبانان قرقیزستان چند عائله‌های نزد سرحدی را بیخانه و در کرد. خانه‌های ویران شده برقرار می شود اما جان‌های رفته دیگر بر نمی گردد. گزارش مفتنشکر و نعیم جان ایوبوف و سرور همدموف برای برنامه اطلاعاتی خبر از جماعت دهات باغستانی شهر اسفره.